سلام، من نورام. خیلی خوش اومدید به چنل بی پایان. امیدوارم تا اینجای داستان لذت برده باشین. بریم سراغ قسمت ششم از داستان زندگی نرگس. ولی بعد با خودم میگفتم الان چندین ساله که گذشته و هیچ خبری ازش نیست. خلاصه تموم کارا تونتون انجام شد. برام از سر تا پا وسایل خریدن. وسایلی که حتی تو خوابم نمیدیدم. البته اینو بگم من تو خونه پدرم هیچ کم و کسری نداشتم. ولی تو ازدواجم با طاهر هیچ کدوم از این وسایل رو ندیده بودم. الان که برام میخریدن از شادی تو پوست خودم نمیگنجیدم. دیدم بابام برای اسماعیل از سر تا پا وسایل خرید. وسایل گرون قیمت و شیک. گفت نمیذارم تو سرت پایین باشه. هرچی جایزیه داری میفروشیم به سمساری. دوباره از اول وسایل نو میخریم. گفت دوست ندارم از اون زندگی قبلی چیزی به همراه داشته باشی. انگار هنوزم پدرم طاهر رو نبخشیده بود. همه چیز خیلی خوب بود. انگار تو خواب عمیق فرو رفته بودم. خوابی که بسیار شیرین و لذت بخش بود. پدرم توی خونمون قرار بود عقد بگیره. چون اسماعیل اولین باری بود که ازدواج میکرد. قرار شده بود عقد مفصلی بگیریم. این وسط تنها چیزی که اذیتم میکرد نگاه‌های غمگین پسرم بود. هر چقدر که بهش قول میدادم که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، قبول نمیکرد. اسماعیل برای بچه‌ها وسایل می‌خرید. میگفت بذار اعتمادشون رو جلب کنم. بدونن که چقدر دوستشون دارم. اسماعیل نیامده خودش رو تو دل همه جا کرده بود. فقط میخندید و شادی میکرد. برخلاف طاهر که یکم تودار بود، این خیلی اهل خنده و شادی بود. هر چیزی که میشد بشکم میزد و یه شعر مخصوص خودش رو داشت که میخوند. مادر بزرگ خیلی خوشحال بود. میگفت خدا رو شکر. تو سر و سامون گرفتی. این وسط فقط ناهیده که اذیتم میکنه. وقتی یاد ناهید میافتادم تمام خوشیام به تلخی تبدیل میشدن. نمیتونستم به کسی چیزی بگم. میدونستم که پدرم میتونه ناهید رو نجات بده. ولی چون ناهید قسمم داده بود بهش چیزی نمیگفتم. خلاصه روز عقد رسید. قرار بود که برم آرایشگاه. بچه‌ها رو به مامانم سپردم رفتم به سمت آرایشگاه. فقط از خدا میخواستم که این اسماعیل پسر خوبی باشه و ما رو خوشبخت بکنه. نگرانی من فقط بچه‌هام بودن و الا نگرانی دیگه‌ای نداشتم. آرایشگر به خوبی آرایشم کرد. موهامو درست کرد. اسماعیل ماشینش پیکان بود. با همون ماشین اومده بود دنبالم. وقتی منو دید شروع کرد به شعر خوندن و گفت خوشگل بودی خوشگل‌تر شدی. قند تو دلم آب میشد. وقتی که اینطوری ازم تعریف میکرد. وقتی به خودش نگاه کردم دیدم واقعا وقتی رفته آرایشگاه خوشگل‌تر و خوش‌تیپ‌تر شده. ولی دیگه رو نداشتم که منم از اون تعریف کنم. اون زمان نمیشد از آقایون زیاد تعریف کرد. خجالت میکشیدیم. وقتی نگاه کردم بچه‌ها رو پشت ماشین دیدم. شادیم 2 برابر شد. ناخواسته با شوق گفتم اسماعیل. گفت بله عزیزم. میدونستم این کار خوشحالت میکنه. برای همین بچه‌ها رو هم با خودم آوردم. وقتی دیدم پسرم میخنده منم ناخودآگاه خندیدم. پسرم میگفت مامان به نظر من خیلی خوشگل شدی. خوشگلترین عروس شدی. هر دوتاشون رو بوسیدم و گفتم بچه‌ها امیدوارم که هممون با هم خوشبخت بشیم. بین راه اسماعیل میخوند و بچه‌ها دست میزدن. انقدر همه چیز خوب بود که میترسیدم یکی بیاد و خرابش بکنه. وقتی وارد خونه شدیم مامانم با یه ظرف اسفند اومد جلو و شروع کرد به گریه کردن. گفت نرگس سالها آرزوی این صحنه رو داشتم. بالاخره خدا جواب چندین سال دعا کردنم و داد. بعد منو بوسید و گفت انشالله خوشبخت بشی. یهو ذهنم رفت به چندین سال قبل. زمانی که با طاهر عقد کردم. توی مغازه تاریک و کوچیک وسط بازار. پدرم با 1000 تا غم و غصه داخل مغازه وایستاده بود. ولی الان میخندید و شادی میکرد. خواهرام شاد بودن. داداشام شاد بودن. همه چی خیلی خوب بود. اون روز حسابی بهمون خوش گذشت و من زن دائمی اسماعیل شدم. اسماعیل همین که عقد خونده شد و آقایون رفتن بیرون دست منو گرفت برد وسط و شروع کرد به رقصیدن. همه از این کار اسماعیل متحیر شده بودن و میخندیدن. ولی من از مامانم و مادر بزرگم خجالت میکشیدم که دست اسماعیل رو بگیرم و وسط مجلس برقصم. مادر بزرگ از اون طرف بهم گفت دختر برو دستشو بگیر بودو. اونقدر گفت تا منم پا به پای اسماعیل شروع کردم به رقصیدن.
مامانم یه بسته اسکناس در آورد و تو سر من و اسماعیل ریخت. بعدش هم پدرم به همه شام داد. 2 تا آشپز آورده بود که حسابی غذاهای خوشمزه‌ای درست کرده بودن. خلاصه عقد انجام شد. شب مامانم بچه‌ها رو با خودش برد تو اتاقش و به من و اسماعیل اتاق جداگانه داد. خیلی خجالت میکشیدم که پیش پدرم برم تو اتاق خالی. ولی مامانم و مادر بزرگ چنان با ذوق نگام میکردن که نتونستم پیشنهادشون رو رد کنم. وارد اتاق شدم. دیدم مامانم یه لحاف تشک خیلی شیک وسط اتاق پهن کرده. با گلای روزی که خودش خوش کرده بود. وسط تشک برام قلب درست کرده بود. خیلی ذوق زده شدم. اسماعیلم همینطور. اسماعیل مثل شوخ طبعیش خیلی هم گرم مزاج بود. واقعا مردی بود که نمیشد ازش گذشت. همه چیزش به جا و زیبا بود. خلاصه اون شب با همدیگه زن و شوهر شدیم و صبح مامانم با یه سینی که پر از خوشمزجات بود وارد اتاق شد. اسماعیلم با دیدن کاچی که روش خیلی زیبا تزئین شده بود و بوی روغن حیوانی که داخلش بود و هوش از سر آدم می‌برد خندید و یه کاسه کشید و با اشتها خورد. اونقدر با اشتها خورد که مامانم خنده‌ای کرد و گفت نمیدونستم انقدر دوست داری وگرنه بیشتر میپختم. اسماعیلم گفت هر روز برام میپزی اشکال نداره. خنده بلندی سر داد. من قبل از اینکه صبحونه‌مو بخورم سراغ بچه‌هامو گرفتم. آخه هر شب با هم میخوابیدیم. ولی اون شب کنارم نبودن. همین باعث دلتنگیم شده بود. زود رفتم بچه‌ها رو که تو خواب بودن بوسیدم و دستی به سرشون کشیدم. برگشتم صبحونه‌مو خوردم. اسماعیل بعد از خوردن صبحانه خداحافظی کرد و رفت. موقع خداحافظی به مامانم گفت ناهار میام. دوست دارم مثل این کاچی یه غذای خوشمزه برام درست کنین. میگن غذای مادرزن یه چیز دیگه است. بعد بلند خندید. مامانم خندید و گفت باشه مادر، یه غذایی برات میپزم که دستاتم باهاش بخوری. من از اینکه اسماعیل انقدر بی خجالت حرف میزد خجالت میکشیدم. ولی مامانم ذوق خاصی تو چشماش بود. خلاصه اون روزا بهترین روزای زندگیم بود. اسماعیل میومد ناهار و شام. البته هر روز نمیومد، ولی روزایی که میومد مامان و بابام حسابی تحویلش میگرفتن. حدود 3 هفته بعد اسماعیل اومد گفت باید بره تهران. تا الانم که نرفته کلی از کاراش عقب افتاده. بعدم رو کرد به مامانم و گفت خونه من آماده است. هر وقت خواستین و وسایلتون آماده بود تشریف بیارید با نرگس خانم خونه رو تمیز کنین. البته من همه چی دارم. درست مال یه پسر مجرده. شاید زیاد تمیز و مرتب نباشه. ولی میتونید شما و نرگس خانم بیاین خونه و وسایل رو مرتب کنید. اگرم جزیه نفرستادین اشکالی نداره. من در واقع همه چی دارم. آقا جونم گفت جهیزیه نرگس آماده است. تو انباری بازاره. من همه چی خریدم. یهو با ذوق به پدرم نگاه کردم و گفتم ممنونم بابا ولی کاش میذاشتی همون جهیزیه قبلی رو میبردم. پدرم گفت اصلا حرف اونا رو نزن. میخواستم بفروشمشون. ولی گفتن یه دختری که تازه ازدواج کرده و جهیزیه نداره اونا رو بدیم بهش. منم به خاطر خوشبختی تو دادم به اون دختر. ایشالله هم تو هم اون دختر خوشبخت بشین. مامانم با ذوق گفت خدا شما رو برای ما حفظ کنه. خلاصه اسماعیل رفت. تو اون مدت کم بهش وابسته شده بودم. دلتنگش می شدم. هر روز تلفنی با هم حرف می زدیم. بعد از 2 ماه با مامانم رفتیم تهران. بچه‌ها رو مادر بزرگم نگه داشته بود. خونه اسماعیل 2 تا اتاق داشت. با یه حیاط کوچیک که وسطش یه حوض آبی بود. برخلاف حرف اسماعیل همه جا تمیز و مرتب بود. انگار یه خانم کدبانو توی اون خونه زندگی میکرد. اسماعیل به گرمی ما رو تحویل گرفت. مامانم گفت ماشاءالله آقا اسماعیل اینجا خیلی تمیزه. گفت از شانس شماست. من هر ماه یه نفر رو میگم میاد خونه رو تمیز میکنه. حدود 1 هفته بعد از رفتن اون خانم خونه تمیزه. بعد از 1 هفته دیگه خونه دیدنیه. بعدم رو به مامانم گفت دیروز اون خانم اینجا بوده. خدا رو شکر آبروی من نرفت. مامانم گفت پسرم چرا هزینه اضافی میکنی؟ میگفتی خودمون میومدیم تمیز میکردیم. اسماعیل خندید و گفت دیگه از این به بعد وظیفه نرگس خانومه. اون خانومم آخرین باری بود که اومد اینجا. مامانم گفت بله پسرم. نرگس این خونه رو مثل دسته گل نگه میداره. خلاصه اون روز ما وسایل اضافی و به درد نخور اسماعیل رو جمع کردیم. در واقع کل وسایلش رو جمع کردیم. فقط 1-2 تا فرش و یکم از ظروفش موند. جزیه منو مرتب چیدیم.
خیلی شور و شوق داشتم. من اولین باری بود که جایزیه میچیدم. یادم افتاد روزی که تو بازار به آمنه گفتم کاش منم خونه داشتم و توش وسایل میچیدم. یه لحظه اشک گوشه چشمم نشست. واقعا چقدر این دنیا کوچیک بود. الان میتونستم به خواستم برسم. خونه رو حسابی مرتب کردیم. همه ی وسایل رو چیدیم. مامانم گفت آقا اسماعیل کاش به مادرت میگفتی بیاد تا بعداً دلخوری پیش نیاد. گفت مادرم پاش درد میکنه. حالا یه روز میاد جایزیه رو میبینه. اسماعیل گفت من دوست ندارم عروسی بگیریم. همون یه دفعه که گرفتیم کافیه. اگه نرگس خانم دوست داشته باشه میخوام بریم مشهد. یه هفته اونجا باشیم برگردیم. گفتم من بچه‌ها رو چیکار کنم؟ مامانم گفت بچه‌ها فعلا پیش من میمونن. بعدها میبریشون. اسماعیل گفت من مشکلی ندارم. اگه دوست داری بچه‌هام با همون باشن بذار بیان. مامانم گفت نه. مثلا شما میخواین برین ماحصل. نمیشه که بچه‌ها رو با خودتون ببرین. اسماعیل خیلی اصرار کرد که مامانم اجازه بده بچه‌ها رو ببریم. ولی مامانم اجازه نداد. وقتی دید که من ناراحتم گفت دخترم ناراحت نباش. انشالله دفعه دیگه میریم با بچه‌ها مشهد. من خودمم باهاتون میام. من راضی شدم و قرار شد اسماعیل بلیط بگیره با هم بریم مشهد. من با مامانم برگشتم به شهرمون. اسماعیل گفت هفته آینده پنجشنبه میاد تا با هم بریم. مامانم اصرار داشت بریم یه سر به ناهید بزنیم. مخصوصا که فهمیده بود حامل است و کلی براش خوراکی آورده بود. من دل تو دلم نبود که دوباره بریم و پیش مادرم ایرج آبروریزی بکنه. ولی مامان دست بردار نبود. من هی بهونه می آوردم ولی مامانم قبول نمی کرد. می گفت بیشتر از 6-7 ماه که بچه‌مو ندیدم. الانم براش خوراکی آوردم. باید برم ببینمش. یه شبم اونجا بمونیم فردا برمیگردیم. خلاصه مامانم رفت به سمت خونه ناهید. من دل تو دلم نبود که الان ایرج یه حرفی میزنه و مامانم ناراحت میشه. رفتیم با هم در زدیم ولی هر چقدر در زدیم هیچ کس درو باز نکرد. من خیلی خوشحال شدم که تو خونه نبودن و درو باز نکردن. همسایه‌شون صدای ما رو شنید اومد بیرون. گفت از آشناهاشون هستین؟ مامانم گفت بله، من مادرش هستم. دخترم کجاست؟ چرا درو باز نمیکنه؟ همسایه‌شون گفت امروز صبح حرکت کردن به سمت شهرشون. دختر خیلی دلتنگ خانوادش بود. با شوهرش رفتن به سمت شهرشون. مامانم انگار بال درآورده بود. گفت پس ما هم فوری بریم تا دخترم تنها نباشه. من خدا رو شکر کردم که درو باز نکردن. ما برمیگردیم به شهرمون. برگشتیم. دلم برای بچه‌ها تنگ شده بود. بچه‌ها رو مادر بزرگ نگه داشته بود. وقتی رسیدیم دیدیم هنوز ناهید نیامده. مامانم گفت حتما اول رفته خونه ایرجینا، بعدم میاد پیش ما. بچه‌ها رو بغل کردم بوسیدم. پسرم گفت کجا رفته بودی؟ نکنه منو تنها بذاری بری؟ گفتم من جز شما کسی رو ندارم. رفته بودم خونه جدیدمون رو مرتب کنم. انشالله با هم اونجا زندگی کنیم. پسرم گفت یعنی دیگه از مامان بزرگ با بزرگ باید خداحافظی کنیم؟ گفتم آره. باید بریم توی یه شهر دیگه زندگی کنیم. ولی حتما به مامان بزرگ سر میزنیم. خلاصه 2 روز بعد ناهید اومد. واقعا ناهید خراب شده بود. مادر بزرگ با دیدنش شروع کرد به گریه کردن. مامانم فکر کرد از دوری و دلتنگی داره گریه میکنه. برای همین دلیلش رو نپرسید. ولی من خوب میدیدم که ناهید چطور داره ذره ذره آب میشه. همه ماجرای عروسی رو برای ناهید تعریف کردم. ناهید گفت خدا رو شکر میای تهران. ولی میدونم اجازه نمیده با تو رفت آمد کنم. منم گفتم تو نگران نباش. بذار منم بیام. بالاخره یه راه حلی پیدا میکنیم همدیگر رو میبینیم. ناهید در رفتار مامانم فهمید که من بهش چیزی نگفتم. شب همگی با هم خوابیده بودیم. من، ناهید، بچه‌ها و مادر بزرگ. مامانم کنارمون نبود. برای همین مادر بزرگ شروع کرد در مورد ایرج سوال کردن. ناهید به هم نگاه کرد. گفتم ناهید ببخشید. باید به یکی میگفتم و الا دق میکردم. برگرد بیا. بابا خودش میدونه باید با ایرج چی کار کنه. ناهید گفت آخه من که مشکلی ندارم. مشکل ایرج فقط با رفت آمده. اونم خدا رو شکر من تو تهران کسی رو ندارم بخوام باهاش رفت آمد کنم. خلاصه با ناهید حرف زدیم. 2 روز موندن دوباره رفتن. روز چهارشنبه مامانم برام حنابندون گرفت. گفت تو که هیچ وقت عروسی نگرفتی. لااقل یه حنابندونی برات بگیرم. تا صبح زدیم و رقصیدیم. پنجشنبه شد.
صبحش اسماعیل سرزده اومد به مامانم گفت برام کاشی درست کن. مامانم هم خوشحال درست کرد. اون روز تمام خواهر برادران بعد از ظهر اومدن. یه حس دلتنگی عجیبی تو دلم بود. خیلی ناراحت بودم که بعد از این مدت قراره از پیش پدر و مادرم برم. ولی اونا خوشحال بودن که قراره من سر و سامون بگیرم. پدرم غم خاصی تو چشماش بود و هی میگفت ایشالله دخترم این دفعه خوشبخت بشه. اون روز پدرم نه صبونه خورد نه ناهار. همش ناراحت بود. میگفت دلتنگم از اینکه قراره نرگس بره. مادر بزرگم میگفت رفتنی باید بره. قرار نبود که تا آخر عمر نرگس رو کنارت نگه داری. خلاصه اون روز با اشک زیاد من از پدر مادرم خداحافظی کردم. پسرم و دخترم گریه و زاری میکردن. این باعث میشد پاهام سست بشه و نتونم برم. ولی مامانم اومد تو گوشم گفت نرگس برو. مطمئن باش من کاری میکنم که اینجا بیشتر از تو بهشون خوش بگذره. به مامانم اعتماد داشتم. برای همین پسرم و دخترم رو بوسیدم و اومدم بیرون از خونه. از زیر قرآن رد شدم. حرکت کردیم به سمت فرودگاه. وقتی سوار هواپیما شدیم اسماعیل خندید و گفت بالاخره ما هم تونستیم بریم ماحصل. خدایا شکرت. من فقط دلم پیش بچه‌ها بود. شاید از این سفر من چیزی نفهمیدم. همش وقتی تو بازار راه میرفتم میگفتم کاش اینو برای دخترم بخرم. کاش اینو برای پسرم بخرم. اسماعیلم که میدید من دوست دارم برای اونا وسیله بخرم هر چیزی که دلم میخواست و میخرید. کلاً بگم این سفر خیلی خیلی بهمون خوش گذشت. اسماعیل هیچ چیزی کم نذاشته بود. تا اون روز تو خانواده ما هیچ کس با هواپیما به مشهد نرفته بود. ولی اسماعیل منو با هواپیما به مشهد برد. موقع برگشت پدر مادرم همراه با بچه‌هام و خواهر برادرام اومدن دنبالم. مادر اسماعیل ناهار پخته بود. همه رو برد خونه‌شون. اون روز یه دونه گوسفند برام قربونی کردن. ناهار مفصلی به همه فامیلامون که به پیشواز ما اومده بودن دادن. اون روزم تموم شد. من کادوها و سوغاتیای خانواده خودم و خانواده اسماعیل رو دادم. پسرم و دخترم حسابی از کادوهاشون خوششون اومده بود. پسرم میگفت مامان وقتی تو نبودی بابا جون هر روز ما رو میبرد پارک. حسابی خوش گذشت. واقعا نمیدونستم این همه خوبی پدر و مادرم رو چطور باید جبران کنم. 2 روز بعد قرار شد بریم سمت تهران. مامانم اصرار میکرد که بچه‌ها رو 1-2 ماه نگه داره ولی من قبول نکردم. اسماعیلم گفت بهتره از همین اول با خودمون باشن تا ازمون جدا نشن. رفتیم به سمت تهران. بین راه اسماعیل حسابی بهمون خدمت کرد. رسیدیم تهران. زندگی ما شروع شد. زندگی خیلی خیلی خوبی داشتیم. اسماعیل به شدت مرد خوبی بود. از سر کار که می اومد حسابی بچه‌ها رو تحویل می گرفت. باهاشون بازی می کرد. گاهی فکر می کردم شاید خود طاهرم انقدر برای بچه‌ها حوصله نداشت. من خونه داری می کردم. غذا می پختم. عصرا با بچه‌ها می رفتیم بیرون می گشتیم. درست شهر ما کوچیک نبود. ولی هر چقدر باشه تهران در مقابل شهر ما 2 برابر بود. برای همین برای بچه‌ها مخصوصا پسرم جذابیت زیادی داشت. روزای اول پسرم دلتنگ پدر مادرم میشد. ولی وقتی رفتیم گشتیم همه جا رو دید گفت مامان خوب شد اومدیم تهران. اینجا خیلی بزرگه. من اینجا رو دوست دارم. وقتی از اسماعیل پرسیدم کارش چیه گفت کارم ساخت و سازه. ولی دلالی هم میکنم. هر چیزی که گیرم بیاد میخرم و یکم روش میذارم و به قیمت بالاتر میفروشم. هر وقت ازش پول میخواستم بدون هیچ منتی بهم پول میداد. حتی بعضی روزا من پول نمیخواستم. ولی خودش موقع رفتن روی تاقچه میذاشت و میرفت. کم کم به زندگی توی اون خونه عادت کرده بودم. تنها چیزی که اذیتم میکرد این بود که نزدیک ناهید بودم ولی نمیتونستم برم ببینمش. تمام ماجرا رو برای اسماعیل تعریف کرده بودم. اسماعیل میگفت بذار من برم با شوهرش صحبت کنم. شاید به حرف من گوش بده. میگفتم نه، کارو از این بدتر نکن. کاری نکن که ایرج لج کنه. اسماعیلم بیخیال شد. پسرم و مدرسه ثبت نام کرده بودم و همه چیز خیلی خوب بود. 3 ماه از زندگیمون گذشته بود. تو اون مدت 2 بار رفته بودم به خانوادم سر زده بودم. مامانم همیشه میگفت خدا رو شکر که تو اومدی به من سر زدی. ناهید که اصلا نمیاد. یه روز تو خونه نشسته بودم. آدرسمون رو به ایرج و ناهید داده بودم. دیدم در رو محکم میزنن. با دلهوره رفتم سمت در. ایرج پشت در بود.
وقتی منو دید گفت نرگس زود لباس بپوش بریم بیمارستان. گفتم چی شده؟ هنوز که ناهید 7 ماهشه. الان وقت به دنیا آمدن بچه نیست. گفت نمیدونم. دردش گرفته بردمش بیمارستان. الانم اونجاست. گریه میکنه تو رو میخواد. نمیدونم چطور لباس پوشیدم. بچه‌ها رو به همسایه‌مون رویا خانوم که تو اون مدت حسابی باهاش صمیمی شده بودم سپردم. با ایرج رفتیم سمت بیمارستان. تا رسیدم با عجله رفتم سمت پرستار و اسم ناهیدو گفتم. گفت متاسفانه بچهش مرده به دنیا آمده. از صبح درد میکشید. الان بچه مرده به دنیا آمد. نشستم رو زمین شروع کردم به گریه کردن. پرستار گفت خانم چی شد؟ حالا اتفاقیه که افتاده. ایشالله بچه بعدی. تو نباید اینطوری بری پیش ناهید خانوم. اون اگه اینطوری تو رو ببینه خودشو میبازه. چند دقیقه بعد یه پرستار دیگه وارد اتاق شد و گفت چرا گریه میکنه؟ همه بخشو گذاشته رو سرش. گفتم بچهش مرده برای همین. گفت این همه گریه زاری نداره دیگه. گفتم نمیدونم والا منم از صبح اومدم هیچ حرفی نمیزنه. پرستار به هم اشاره کرد تا ناهید نفهمه. گفت یواش وقتی من رفتم بیرون بیا بیرون پیش من. من اشارهشو گرفتم. وقتی رفت فوری یه چیزی بهانه کردم رفتم پیشش. گفتم بله. گفت ببین وقتی دکتر میخواست بچه رو در بیاره تو چند جای بدنش کبودی بود. من فکر میکنم خواهرت کتک خورده و بچهش مرده. حتما پیگیری کن. ادامه داد از صبحم شوهرش رفته. ما اینجا 2-3 تا امضا میخوایم که نیستش. ببین اگه شوهرش کتکش میزنه طلاقشو بگیر. من شوهر اولم دست بزن داشت. فقط منو میزد. طلاق گرفتم. غلط میکنه مگه شهر هرته که خواهرتو بزنه. حتما پیگیری کن. منم سر دلم باز شد و همه ی حرفا رو بهش زدم. پرستار گفت بفرما. من یقین پیدا کردم که شوهرش کتکش زده. تمام بدنم میلرزید. از تصور این که خواهرم زیر دست اون مردی که داره کتک میخوره. خونم به جوش اومده بود. ولی من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. رفتم داخل اتاق گفتم ناهید راستشو بگو. ایرج کتکت زده و بچه افتاده؟ ناهید وقتی این حرفو شنید دوباره شروع کرد با صدای بلند گریه کردن. گفتم پس پرستار راست میگه که بدنت کبوده؟ ناهید دستشو گذاشت رو صورتش و دوباره شروع کرد به گریه کردن. دیگه من از این همه گریه کردن به سطوح اومده بودم. یه چیزی رو بهانه کردم دوباره رفتم پیش پرستار. گفتم من باید به پدرم خبر بدم که خواهرم کتک میخوره. تا بیاد از همین بیمارستان خواهرمو ببره خونه‌شون. اگه کمکم کنی من به پدرم زنگ میزنم. گفت آره از همینجا تلفن بزن. اون زمان پدرم اینا خودشون تلفن داشتن. برای همین راحت بهشون زنگ زدم. وقتی تلفن رو برداشت گفتم مامان بچه ناهید افتاده. اگه میشه خودتون رو برسونید بیمارستان. مادرم حسابی هول کرده بود. فقط میگفت ای خدا چرا افتاد؟ من آرومش کردم. گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده. فقط بیا بهش رسیدگی کن. دوست نداشتم پشت تلفن بگم که چه اتفاقی افتاده. چون تا اون لحظه مادرم و پدرم به ماهیت ایرج پی نبرده بودن. و اگه یه دفعه میگفتم ممکن بود بلایی سرشون بیاد. خلاصه پدر مادرم فوری خودشون رو رسوندن. من پدرم رو بردم حیاط بیمارستان و تموم ماجرا رو براش توضیح دادم. بابام اونقدر عصبانی شده بود که چاقو میزدی خونش در نمی اومد. ایرج وارد بیمارستان شد. از دور پدرم رو دید و اومد به سمت ما. بابام حتی مهلت نداد سلام بکنه. چند تا سیلی پشت سر هم بهش زد. ایرج هاج و واج مونده بود. بعد از چند دقیقه شروع کرد به داد زدن و گفت برای چی منو میزنی؟ مگه من چی کار کردم؟ اصلا حرمت پدرم رو نگه نداشت. با صدای بلند داد میزد مگه تو کی هستی که به من سیلی میزنی؟ پدرم گفت من کی هستم؟ من پدر همون دختری هستم که 20 صاحب گیرش آوردی و هر کاری دلت میخواد باهاش میکنی. صبر کن ببین باهات چی کار میکنم. ایرج داد زد چیه دهاتی بدبخت؟ فکر میکنی شما کی هستین؟ این من بودم که دخترتو آوردم تهران و به نون و نوایی رسوندم. پدرم گفت حالا خوبه که اینجا چیزی نداری. خدا رو شکر دختر من از رفاه و آرامش کامل پیش تو اومده و الا ادعای پادشاهی هم میکردی. خلاصه دعوای سختی بین ایرج و پدرم سر گرفت. همه ایستاده بودن و ما رو نگاه میکردن.
از خدا میخواستم اون لحظه اسماعیل برسه و دعوا رو ختم به خیر بکنه. ولی اسماعیلم قرار نبود بیاد. خلاصه بعد از چند دقیقه بگو مگو پدرم کوتاه اومد. گفت من دخترم رو برمیدارم میرم. تو حق نداری بیای دنبالش. ایرج داد زد اون دختر الان زن منه. شما نمیتونی بدون اجازه اونو با خودت جایی ببری. پدرم داد زد تو حق نداری برای دختر من تعیین تکلیف بکنی. اون روزی که لیاقتتو باید نشون میدادی نشون ندادی. پس الان نمیتونی حرف بزنی. خفه میشی و الا به جای همه کتکایی که به دخترم زدی اینجا جلوی همه کتکت میزنم. ایرج آستیناشو داد بالا و با پررویی تموم گفت بیا ببینم پیر مرد فرتود میتونی منو کتک بزنی؟ چنان میزنمت بیفتی زمین 100 تا دکتر بیان بالا سرت. من که دیدم دعوا شدت گرفته و ممکنه بلایی سر ناهید بیاد به پدرم التماس کردم که دست از سر ایرج برداره. بیاد بریم. پدرم که دید من دارم گریه میکنم و همه دارن نگاه میکنن کوتاه اومد. با من به سمت ناهید حرکت کردیم. وقتی رسیدیم پیش ناهید پدرم به ناهید گفت دخترم من تو رو با خودم میبرم. دیگه حق نداری این طرفا بیای و با ایرج زندگی کنی. ناهید لبخندی زد و گفت بابا یعنی شما و مادر ناراحت نمیشین من بیام و خونه شما زندگی کنم؟ پدرم گفت این حرفا چیه؟ مگه قراره تو با یه اشتباه خودتو عذاب بدی؟ من تو رو میبرم و تو ناز و نعمت زندگی میکنی. یهو تاریخ برام تکرار شد. دقیقاً همین حرفا رو پدرم به من زد. موقعی که اومده بود توی اتاقم نشسته بود. من و مادرم اشک میریختیم. واقعاً خدا رو شکر میکردم که مردن اون بچه کمک کرد تا ناهید نجات پیدا کنه. البته خبر نداشتم که ناهید قراره بیشتر از این حماقت بکنه. خلاصه ناهید با مادرم و پدرم رفتن به سمت شهرمون. ایرجم همون لحظه از بیمارستان رفت بیرون. مامان بابام ناهیدو بردن. منم رفتم به سمت خونمون. حسابی خسته شده بودم. 2 روز بود تو بیمارستان بودم و بچه‌ها پیش رویا خانوم بودن. وقتی پسرم و دخترم رو دیدم بغلشون کردم. حسابی از رویا خانوم به خاطر کارایی که کرده بود تشکر کردم. 2 ماه گذشت. تو این 2 ماه من یه بار رفتم به دیدن خانوادم و فهمیدم که ناهید پیش پدر مادرمه. ایرجم هیچ سراغی ازش نگرفته. ناهید میگفت من ایرج رو دوست دارم. ایرج فقط با رفت آمد من مشکل داره. اون روزم رفته بودم به نمکی نون بدم که اونطوری عصبانی شد و الا با من کاری نداره. پدرم وقتی این حرفا رو میشنید عصبانی میشد. میگفت ناهید اگه این بار بری دیگه نمیام سراغتا. ناهید معلوم بود که 2 دله. نیامدن ایرج بیشتر دلتنگش کرده بود. بیشتر دوست داشت بره سمت ایرج. من از دست ناهید عصبانی بودم. انگار نه انگار که ایرج کتکش زده بود و بلا سرش آورده بود. گفتم ناهید حماقت نکن. بذار بابا طلاقتو بگیره. گفت نه من دوست ندارم اینجا بمونم. توی یه مدت کم همه هر حرفی که دلشون خواست به من زدن. منظورش فامیلمون بود. آخه تو فامیل ما کسی تا حالا طلاق نگرفته بود. میگفت عمه، خاله، دایی میان و به هم نیش و کنایه میزنن. راستم میگفت. با اینکه فامیلامون میدونستن طاهر شهید شده بازم نیش و کنایه میزدن. اون موقع هم مثل الان نبود که رفت آمد کم باشه. هر روز فامیل همدیگه رو میدیدن و از کارهای همدیگه باخبر بودن. من اصرار کردم به ناهید که جدا بشه و به حرف بقیه توجه نکنه. ناهید برای اولین بار سرم داد زد و گفت رفتی نشستی سر زندگی داری به من میگی طلاق بگیر؟ پیش اسماعیل کلی خجالت کشیدم. اسماعیل وقتی دید ناهید سرم داد زد گفت نرگس دیگه هیچ وقت بهش نگو چی کار بکنه. بذار خودش تصمیم بگیره. منم با دل شکسته از داد زدن ناهید برگشتم خونمون. زندگی ما خوب بود. تقریبا هیچ غم و غصه‌ای نداشتیم. یه روز اسماعیل اومد خونه گفت میخواد با یه خانم دکتر شریک بشه. با همدیگه یه درمانگاه باز کنن. ساخت درمانگاه با اسماعیل بود و اداره درمانگاه با خانم دکتر. و سودی که به دست می اومد نصف نصف باشه. اسماعیل میگفت دختر جوونیه که تازه مدرکشو گرفته و هیچ سرمایه‌ای برای این کار نداره. دختر روستایی و پدرش نمیتونه براش مطب باز کنه. دوست داره با اسماعیل شریک بشه تا از همون اول درمانگاه داشته باشه. من سعی کردم اسماعیل رو پشیمون کنم ولی قبول نمیکرد. نمیدونم چرا حس خوبی به این ماجرا نداشتم.
همش به اسماعیل میگفتم ما که وضعمون خوبه. برای چی خودتو تو دردسرای بزرگتر میندازی؟ اسماعیلم میگفت تو فقط دوست داری یه جا بمونی. راستش به هم برخورد. انگار از وقتی با اون دختر حرف زده بود فهمیده بود که مثلا من بیسوادم و چیزی نمیفهمم. همش میگفت زنای مردم دنبال پیشرفتن. اون وقت زن ما میگه بشین یه جا. مگه من با تو کار دارم؟ تو برو هر کاری دلت میخواد بکن. بذار منم کار خودمو بکنم. هر وقت دیدی نون تو رو کم کردم اون وقت اعتراض کن. راستش اسماعیل تا حالا اینطوری با هم حرف نزده بود. ولی الان داشت اینطوری با هم صحبت میکرد. منم از همون موقع قسم خوردم که چه شکست بخوره چه موفق بشه دیگه کاری به کارش نداشته باشم. برای همین به اسماعیل گفتم دیگه حق نداری بیای تو خونه از کارا و هدفات بگی. اونم عصبی شد و گفت ما رو باش که فکر کردیم یه نفر تو خونه منتظره تا به حرفا و درد دلامون گوش بده. گفتم من که هر حرفی میزنم تو قبول نمی‌کنی. میگی فکرت کار نمی‌کنه. دیدم انگار اسماعیل حوصله حرف زدن نداره. برای همین دیگه کلاً سکوت کردم. از اون روز به بعد سر اسماعیل خیلی شلوغ بود. تقریبا ساعت 11 شب می اومد خونه. ساعت 7 صبحم میرفت بیرون. وقتی هم من چیزی میگفتم میگفت صبر کن ببین چه زندگی برات درست میکنم. میگفت مجبورم تا زمانی که کارگرا میان سر کار منم سر ساختمون باشم. بالاخره 6 ماه گذشت. توی اون 6 ماه ایرج به ناهید گفته بود که برگرده خونه و به پدرم قول داده بود دیگه هیچ کار بدی نکنه. اجازه بده بیاد خونه ما و با من رفت آمد کنه. که این اتفاقم افتاد. تقریبا ماهی یه بار خواهرم می اومد خونه ما. یا من می رفتم خونه اونا. همه چی خوب بود. ناهید راضی بود. ولی نمیدونم چرا دلم از ایرج پر بود. دوست نداشتم ببینمش. از وقتی که اسماعیل با اون خانم دکتر رفتار میکرد حسابی به خودش میرسید. میگفت هر چی که باشه اون یه دکتر و خوب نیست من کنارش اینطوری بیریخت را برم. وقتی هم که من اعتراض میکردم یا طعنه میزد یا میگفت نمیدونم شما زنا چتونه. دوست ندارین شوهرتون رو خوش تیپ ببینید. درمانگاه ساخته شد و روز افتتاحش رسید. اسماعیل همه ما رو دعوت کرده بود. حتی به مادر آقا جونم هم زنگ زده بود. خبر داده بود که حتما بیاد. مادر خودشم اومده بود. حدود 10 نفر مهمون داشتم که من مجبور بودم ازشون پذیرایی کنم. برای همین کارم خیلی زیاد بود. روز افتتاحیه همه با هم رفتیم به سمت درمانگاه. پدرم یه گل بزرگ خرید و منم یه جعبه شیرینی. فکر نمی کردم که خانم دکتر و اسماعیل انقدر به خودشون رسیده باشن. اسماعیل تا منو دید اخماش رفت تو هم. منو کشید یه گوشه و گفت نمیتونستی یکم به خودت برسی بیا اینجا؟ این چه ریخت و وضعیه؟ چرا با این قیافه اومدی؟ گفتم اسماعیل چرا اذیت میکنی؟ مگه من تا به حال چند بار رفتم افتتاحیه که بدونم برای افتتاحیه باید به خودم برسم؟ گفت کور بودی؟ نمیدیدی من به خودم رسیدم؟ تو هم باید به خودت میرسیدی. لااقل نزدیک من نیا. دور از من باش که نفهمن تو زن منی. واقعا به هم برخورده بود. مگه چی کار کرده بودم که اسماعیل اینطوری صحبت میکرد؟ شاید آرایش نکرده بودم و لباسای جینگول پینگول نپوشیده بودم. ولی لباسای خودم و بچه هم حسابی ترتمیز بود. هیچ عیب و ایرادی نداشتن. دلم بدجوری شکست. تصمیم گرفته بودم اصلاً با اسماعیل صحبت نکنم. پدر مادرم هی ازم میپرسیدن که چرا ناراحتی؟ من میگفتم هیچی. فقط یکم سرم درد میکنه. نمیخواستم باز نگران زندگی من بشن. ناهید و ایرجم اومده بودن. ایرج تیکه مینداخت میگفت خدا رو شکر با یه خانم دکتر قرارداد بستید. شانس ما رو باش. طرف با دکتر قرارداد میبنده. ما هم ویلون سیلون تو کوچه ها میگردیم. طرف حوری گیرش میاد. دیگه کشش این حرفا رو نداشتم. منظور ایرج کاملا مشخص بود. پدرم یکم تو خودش بود. دلیلش رو نمیفهمیدم. اون روز خانم دکتر که اسماعیل خیلی راحت ساناس صداش میکرد بین همه میچرخید و دستور میداد. اومد کنار من و گفت شما زن آقا اسماعیل هستید؟ گفتم بله. گفت خوش با حالتون. واقعا آقا اسماعیل یه مرد همه چی تمومه. حالم گرفته شد. دوست داشتم هرچی سریعتر برگردیم خونمون. اسماعیل به همه شام داد برگشتیم خونه. شنیدم که پدرم یواش به مادرم میگفت
دوست ندارم مرد و زن با هم همکار باشن. یه گندی ازش در میاد. با شنیدن این حرف شروع کردم به گریه کردن. اینکه پدرم فهمیده بود که ممکنه بین این دوتا رابطه‌ای وجود داشته باشه. داشتم آتیش میگرفتم. واقعا اسماعیل مرد همه چی تموم بود. من اصلا دوست نداشتم اونو با کسی شریک بشم. اصلا دوست نداشتم برای 1 ثانیه هم که شده به کس دیگه ای فکر بکنه. ولی متاسفانه نمیتونستم کاری بکنم. خلاصه 1-2 روزی پدر مادرم خونه ما موندن. بابام هر وقت فرصت گیر می آورد غیر مستقیم به اسماعیل میفهمون که زیاد دور و بر خانم دکتر یا همون ساناز خانم نباشه. ولی اسماعیل هر دفعه بهانه‌های شاخداری می آورد. می گفت رابطه ما فقط کاریه. من زیاد اونو نمی بینم. فقط ماه به ماه سود پولمو می گیرم. من اصلا به درمانگاه نمیرم. انگار یکم خیال پدرم راحت شده بود. بعد از 2 روز که میخواستن برن بابام منو محکم بغل کرد. گفت فکر نکن چون یه بار تو زندگی شکست خوردی من دیگه اجازه نمیدم از کسی طلاق بگیری یا مجبور باشی یه زندگی رو تحمل بکنی. هر جا که دیدی به ضررته داری اذیت میشی در خونم به روت بازه. یه لحظه از این حرفای پدرم تعجب کردم. گفتم بابا اسماعیل واقعا مرد خیلی خوب و مهربونیه. هم من هم بچه‌ها رو دوست داره. پدرم گفت من نمیگم که بیا طلاق بگیر. من میخواستم بهت بگم که هیچ وقت فکر نکن در خونه من به روت بسته است. هر وقت هر مشکلی داشتی من در خدمتم. 2تاشونو بوسیدم و رفتن. با رفتن اونا نمیدونم چرا دلم گرفت. شروع کردم به گریه کردن. زندگیمون میگذشت. رفت آمدم فقط با رویا خانم و خواهرم بود. رویا خانم پیگیری میکرد و میگفت چرا بچه دار نمیشی؟ میگفت اگه اسماعیل ازت بچه داشته باشه دیگه حسابی بهت دل میبنده. من میترسیدم بچه دار بشیم اسماعیل با بچه هام بدرفتاری بکنه. ولی خودم هم شک کرده بودم که چرا پیشگیری نمی کنیم. ولی من حامله نمیشم. وقتی به اسماعیل گفتم سرشو انداخت پایین هیچی نگفت. گفتم اسماعیل اگه مشکلی هست بیا بریم دکتر 100% مشکل حل میشه. ما هم میتونیم بچه دار بشیم. گفت راستش وقتی من رفته بودم سربازی اونجا بعد از معاینه به من گفتن که من نمیتونم بچه دار بشم. منم دیدم تو خودت بچه داری و هیچ وقت از من بچه نمیخوای. برای همین اون روز توی خواستگاری این حرفو نزدم. الانم حق داری که منو نبخشی ولی تو رو خدا به خاطر این مشکلم منو ترک نکن. ما تو حیرون مونده بودم. درسته من خودم 2 تا بچه داشتم ولی خب دوست داشتم یه بچه‌م از اسماعیل داشته باشم. گفتم اسماعیل هر چی هم باشه باید یه بار دیگه با من بریم دکتر. اسماعیل اصلا قبول نکرد. من خیلی تو فکر بودم. به خاطر اینکه اسماعیل خیلی به من و بچه‌ها محبت کرده بود. منم دوست داشتم یه جوری مشکلشو حل کنم و اینطوری محبتاشو جبران کنم. برای همین هر شب موقع خواب با زبون مهربونی بهش میگفتم اسماعیل جان بیا بریم فقط 1 بار ویزیت شی. اگه دکتر گفت که تو بچه دار نمیشی دیگه من هیچ وقت اسم بچه رو نمیارم. تا آخر عمرم کنارت میمونم. من بچه دارم. به خاطر تو دارم تلاش میکنم که تو هم بچه داشته باشی. اوایل اسماعیل عصبانی میشد و پشتشو میکرد به من میخوابید. میگفت چیه؟ دوست داری بیام دکتر و دکتر جلوی تو بگه که من قدرت مردونگی ندارم؟ منم از این حرفش ناراحت میشدم. ولی رفته رفته خودش هم یکم رام شده بود. یه شب بهم گفت برو دکتر خوب وقت بگیر. منم باهات میام. از خوشحالی ذوق کرده بودم. صبح زود رفتم پیش خواهرم. چون خواهرم 1 بار بچه سخت کرده بود دکترای خوبو میشناخت. جریانو که بهش گفتم اونم دست منو گرفت با هم رفتیم پیش یکی از اون دکترایی که تو شهرمون سرشناس بود. برای بعد از ظهر وقت گرفتیم. اومدم خونه و با تلفن به اسماعیل خبر دادم که زود بیاد خونه تا وقتمون نگذره. رفتیم پیش دکتر. دکتر بهمون گفت این آزمایشا رو انجام بدین بیارین. جوابا 15 روز طول میکشه تا بیاد. انقدر استرس داشتم که فکر کنم اون 15 روز یه لقمه غذا به راحتی از گلوم پایین نرفت. همش فکر میکردم اگه واقعا اسماعیل نتونه بابا بشه خیلی بد میشه. چون واقعا اسماعیل مرد خیلی خوبی بود. حیف بود که از این نعمت محروم بشه. 15 روز گذشت و من و اسماعیل رفتیم جوابا رو گرفتیم. آوردیم پیش دکتر.
یه 10 دقیقه دکتر آزمایش‌ها رو نگاه می‌کرد و هی با همدیگه تطبیق میداد. اون 10 دقیقه شاید یه سال برای من گذشت. آخر سرم من سکوت شکستم، پرسیدم: خانم دکتر، لطفاً بگین همسرم میتونه بابا بشه یا نه؟ اولین سوالی که دکتر از من پرسید این بود که آیا شما بچه دارید یا نه؟ من گفتم بله. من 2 تا بچه دارم، ولی مال این آقا نیست. دکتر گفت خدا رو شکر، حداقل شما بچه داری. این آقا هم نه اینکه اصلاً نتونه. میتونه، ولی زمان میبره. باید چند دوره دارو مصرف بکنه. ضعیف هستن. اگه داروها رو مرتب بخورن 100% میتونن بابا بشن. من خیلی خوشحال شدم. کار هر روزم شده بود درست کردن معجون و چیزای مقوی. رویا خانم هی نسخه میپیچید. یه روز میگفت ناشتا زرده تخم مرغ بده بخوره. یه روز میگفت موزو با عسل قاطی کن بده بخوره. یه روزم میگفت سردی به خوردش نده. و من کلاً ماستو حذف کرده بودم. دکتر بهش آمپول داده بود که باید هر هفته تزریق میکرد. قبل از تزریقم حتما باید معجون و چیزای مقوی میخورد. من همراه با اسماعیل میرفتم آمپولو میزدیم، موقع برگشت هم نفر یه دونه معجون میخوردیم و کلی آب میوه. خلاصه من خیلی برو بیا کردم تا اسماعیل بتونه طعم پدر شدن رو بچشه. چون من خودم مادر شده بودم دیگه لزومی نمیدیدم برای مادر شدن. ولی خیلی دوست داشتم که اسماعیلم این حس رو تجربه کنه. هر ماه که عادت می شدم انگار دنیا دور سرم می چرخید. زمین و زمان رو نفرین می کردم. به خاطر اینکه پریود شدم. همیشه رویا خانم نصیحتم می کرد، می گفت به زور از خدا چیزی رو نخواه. خدا خودش می تونه در یک لحظه به تو بچه بده. حتما صلاحی تو کارشه که نمی خواد بچه بده. من عصبی می شدم که چرا این حرفو می زنی؟ چه ربطی داره به بچه دار شدن ما و به صلاح دونستن خدا؟ رویا خانم همیشه میگفت مطمئن باش خدا اگه خودش بخواد میده. نخوادم نمیده. تو خودت هم بکشی اگه به زور ازش بخوای مطمئن باش خیر نمیبینی. این حرفای رویا خانم بیشتر ناامیدم میکرد. برای همین رفت آمدم و باهاش کم کرده بودم تا از این حرفا نشنوم. خلاصه 1 سال تموم من با اسماعیل رفتیم دکتر و آمپول زدیم. اسماعیل این وسط با ساناز خیلی خیلی صمیمی شده بود. این منو میترسوند. هیچ وقت یادم نمیره. دوست داشتم برای دخترم تولد بگیرم. یک کیک سفارش دادم و به خواهرم و ایرجم گفتم بیان خونه ما. اسماعیل خیلی شیک و مجلسی لباس پوشیده بود. منم گفتم اسماعیل مگه کی میخواد بیاد که انقدر به خودت رسیدی؟ گفت قرار سانازم بیاد. خشکم زد. چرا باید ساناز بیاد؟ مگه ساناز چه نسبتی با ما داره؟ همین حرفا رو به اسماعیل گفتم. اسماعیل عصبانی شد، گفت چرا الکی روی این ساناز کلید کردی؟ مگه ساناز چیه؟ تولد بچه‌م بوده، دوست داشتم اونم دعوت کنم. خوب کردم. از عصبانیت میخواستم برگردم بگم که بچه‌ای تو نیست. ولی ترسیدم این حرفو بزنم. اسماعیل برگرده بگه اگه بچه‌ی من نیست پس چرا تو خونه منه؟ برای همین سکوت کردم و بغض راه گلومو بست. ساناز حسابی شیک لباس پوشیده بود. از بدو ورود سعی میکرد فقط با اسماعیل صحبت کنه. انگار ما اصلا توی اون خونه وجود نداشتیم. من از این قضیه هرس میخوردم. شب تولد دخترم به بدترین و تلخترین شب زندگی من تبدیل شد. از این که میدیدم اسماعیل و اون دختر چقدر با هم صمیمی هستن مثل یک شمع میسوختم. نمیتونستم کاری انجام بدم. از اون شب یکم با اسماعیل سرسنگین بودم. خودشم اینو فهمیده بود. ولی اصلا دلجویی نمی‌کرد. خب دوستای مهربونم، اینم از داستان نرگس. امیدوارم که لذت برده باشین. تا اینجای داستان رو یادتون باشه. خیلی زود با قسمت بعدی برمیگردم. مراقب خودتون باشین، لایک یادتون نره و خدا نگهدار.